من خوشم نیومده. مرد زندگی میخوام. تا کجا میدی مرد زندگی نیستم؟ مگه هر کی سیبیل داره بابا؟ حالا اولش گفتیم خندیدیم. چه ربطی داشت؟ پس هر گردی هم گردوه. هر گردی چه ربطی داشت اصلا اون مثالی که زدی؟ نه دیگه میگی من مرد زندگی میخوام. چجوری منو قضاوت کردی که فهمیدی من مرد زندگی نیستم؟ چون اگه مرد زندگی بودی الان خیلی قشنگ و جدی صحبت می‌کردی. اشتباهت همینه دیگه. همینه. آخر سر بعد 6 ماه کات می‌کنی میگی یارو اول حرف عاشقانه زده و فلان. من اینجوریم با تو. صاف و صادق. خوشت اومد؟ والا شیطونی ها؟ نه. خودم. بچه کجایی؟ دیگه چی جان؟ شما اسم چی دکتر من مصرف کننده ان شاءالله که از بیخوابی باشه. نه یه ذره میدونی. بگو عزیزم جان اسم چیه؟ گفتی که نیکی سلنت. دستاتو وا کن قشنگ خستگیتو در کن. بعدم خمیازه میکشی. 23. واقعا 23 سالته. چه ماهی؟ بگم فرار نمی‌کنی؟ آبان. آفر. برای اینکه کارت چیه عمو جان؟ من توی کلینیک زیبایی کار میکنم. خب دوستان ببینید اینجا اگر به جای عمو جان میگفت عمو جون میشد قدبازی، میشد نابالغ بودن. یا همین جمله رو با یه لحن طعنه‌آمیز میگفت. مثلا میگفتش که خب کارت چیه عمو جان؟ اینم باز میشد قدبازی. یا اگر دقت کنید حتی به چشمای دخترم نگاه نکرد تو اون لحظه که این کارش هم درست بود. به خاطر اینه که میگن جذب زنان تلفیقی از علم و هنره. یعنی شما تو لحظه باید بتونید هارمونی تعادل رو حفظ کنید. تا چقدر پیش رفتی؟ چقدر جل لب و بالاخره صورت و ابروتون کاشته درسته؟ بلدی ها. 5 دقیقه وقت داریم مخمو بزنیم. نمیخوام. ما اینجا بشینیم صحبت کنیم چه موقع رو بزنم. ولی واقعا نمیشه با تو ارتباط برقرار کنیم. مثل ماهی میمونی.